به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دانش آموزان عزیز، درس 25 است از سلسله درس های ترکی برای نواموزان. الفبای زبان ترکی حرف ت. تاش 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 سنگ. ترک 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 شانه شانه. توشن 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 خرگوش. اگر کسی از شما به شهر استانبول سفر کرده باشد، در شهر استانبول یکی از ایستگاه‌های مترو با نام توشن تپه است. توشن تپه، توشن تپه یعنی تپه خرگوش یا خرگوشان. توشن تپه، توشن خرگوش. تاووک 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 مرغ. مرغ و چوجه را هم تاووک میگفتند. تاووک مرغ. حتی در آشخانه های ترکی وقتی که طعام تناول کرده می شود، تناول می کنید، از شما می پرسند که چگونه طعام را می پسندید یا چگونه طعام فرمایش می دهید. و یک نمود شوربا دارند. شوربا نامش تاووک است. تاووک تاووک. و گوشت‌های الهیده هم مانده شدن، یعنی مثل بریان کردگی فرمایش میکنن که ben tavuk istiyorum. Ben tavuk istiyorum. یعنی من گوشت مرغ میخواهم. خب این بود درس 25 و تا درس های نوبتی خدا نگهدار شما بود.